سلام. امروز هر کجایی که نروید درباره ویروس نو گپ میزنند، چی در بازار، چی در داخل نقلیات و یا جای کار. ما هم امروز دایر به منع نماز جمعه و جمعه برای پیشگیری از کرونا ویروس گپ میزنیم و هم تاثیر بی‌قرب‌شوی روبل روسی به جیب مهاجران. البته خبر دارید که چند روز پیش در تاجیکستان برای پیشگیری از سرایت احتمالی ویروس نو نمازهای جمعه و جمعه را برای مهلت معین منع کردند. بعضی‌ها این قرار را کار درست نامیدند، بعضی‌ها برعکس. از شرح سید نومان آغاز میکنیم که در وبسایت ما نوشته است: همه چاره‌هایی که وزارت و اداره‌های تاجیکستان برای پیشگیری اپیدمیا می‌اندیشند به منفعت مردم است. منع موقتی نماز جماعت در مسجدها و مرشیرافکا و دیگر مراسم که در آن شماره زیادی آدم‌ها از ناحیه و محل‌ها اشتراک می‌کنند فقط برای حفظ سلامتی شهروندان است. از بس که حکومت تاجیکستان سالهای اخیر برای محدود کردن حقوق دینی تنقید می‌شنود، کاربر با نام عطاخوجا قرار منع نمازگزاری در مسجد را در وبسایت ما با کنایه تفسیر کرده و گفته است: این کرونا ویروس مانند حکومت جمهوری به مسجدها کار داشته است و تمام. مکتب و دانشگاه و بازار و آشخانه و میدان‌های ورزشی و مرکزهای سودا چه می‌شود؟ نخود ویروس فقط به مسجد درآید. ساقی فعلی هم عین نظر را در صفحه ما در فیسبوک نوشته است و خواسته است که دیگر مراسم‌های عمومی برگزار نشوند. هر گونه کنسرت، ورزش و برنامه‌های اجتماعی و فرهنگی از جمله عید نوروز منع کرده شود به مقصد پیشگیری سرایت کرونا ویروس. اگر فقط مسجدها منع باشد، در اینجا ایدئولوژی دولت دیده می شود. قبل از آوردن نظر کسی دیگری در واقع باید بگوییم که امسال جشن نوروز در سطح دولتی صورت نمیگیرد و راهپیمایی‌ها در دوشنبه هم منع شد. خوب برمیگردیم به فیسبوک و نظر عبدالکریم خان عبدالرحیم درباره منع نماز جمعه را میخوانیم. او نوشته: این کار شاید موقتا درست باشد، زیرا خطر ویروس در همه جا کلان است. در جای خوانده بودم که در دوره‌های پیش وقت وبا می آمد مردم موقتا به جایهای جمعیتی نمی رفتند. این بچه ها هم که در ویدیو میبینید درباره کرونا ویروس و هم تاثیر آن بر روبل صحبت میکنند. نوبت را به خودشان میدهیم که بگویند. من موجه از زمین کنده استیم بر مسکای پته میسپاریم اکا 5,500 کوارتیر میسپاریم. ارد خود مونده چند سمه؟ 2 سال چند بوده دی نه؟ 100 دهه گرفته. کرونا ویروس با همه کرده با چی کرده است با نرخش رو برداشته استیم. با اینا سوم رو کردیم 100 چند ده؟ 130. شما هم این کار رو کنید، ویدیو بگیرید و به شماره‌ای که میبینید بفرستید. از کدام راهی که آسان میشمارید: واتساپ، وایبر، تلگرام و ایما. خود را احتیاط کنید و به خصوص در زمان گسترش ویروس نو. تا دیدار در برنامه دیگر.